دوست داری تو پیام رسانت ایموجی تیک آبی یا هر ایموجی دلخواه داشته باشی ولی نمیدونی و نمیتونی این کار رو انجام بدی؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا بهت بگم که چطوری این کار رو انجام بدی. سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم که بهتون یاد بدیم که چطوری ایموجی تیک آبی و هر ایموجی دلخواه رو در پیام رسان ها روبیکا اجرا کنید. این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم دنبال کنید تا بریم سراغ آموزش. برای این کار باید این برنامه آپک ادیتور و پیکسل آرت رو دانلود کنید. آپک ادیتور و پیکسل آرت رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید. نسخه آپک ادیتور پرو در فروشگاه یا گوگل پلی یا هر سایت دیگه معمولا نیست. برای دریافت آپک ادیتور پرو وارد کانال تلگرامی ما شوید، برات ارسال کنید تا لینک آپک ادیتور رو براتون ارسال کنم. اول وارد پیکسل آرت میشیم. از این گزینه پایین صفحه بالا رو انتخاب میکنیم. پیکسل آرت یه صفحه خالی رو انتخاب برای خودمون میاریم. برای این کار برای ساختن ایموجی لوگوی تیک آبی بدون بک‌گراند و اون رو دانلودش کنیم. حالا من تیک آبی رو لوگوش رو دانلود کردم. برای این کار افزودن عکس رو انتخاب میکنیم. من لوگوی تیک آبی رو اینجا انتخاب میکنم. در این گوشه اضافه کردن عکس رو میزنم. اینجا سایزش رو باید کوچیک کنیم حداقل این قد. اینجا ابزار رو انتخاب میکنیم. کراپ رو انتخاب میکنیم. اینجا سایز هر دوتاش رو باید 66. اینجا برای من درست اندازش. اگه لوگوتون از این صفحه کوچیک تر بود برید داخل صفحه قبلی بزرگترش کنید، تنظیمش کنید. اینجا برای من درست بود. اینجا انتخاب میکنم، دانلودش میکنم. وارد آپک ادیتور میشیم. گزینه دوم نصب برنامه های نصب شده رو انتخاب میکنید. اینجا روبیکا یا هر برنامه داخلی دیگه میتونید، پیام رسان های داخلی میتونید امتحانش کنید. من روی تلگرام امتحان کردم نشد، ولی پیام رسان های داخلی میشه. روبیکس یا روبیکا فرق نمیکنه. روبیکا رو انتخاب میکنیم. بازگشایی های همه فایل ها، فول دیت، این بخش رو انتخاب میکنیم. اینجا کمی صبر میکنیم. اینجا فایل رو انتخاب میکنیم. میکشه تا این صفحه دانلود شه. تو این بخش گزینه اولی رو میزنید، ایموجی، و با ایموجی دلخواه رو انتخاب میکنید. حالا اینجا من میخوام به جای این گزینه مثلا لوگوی تیک آبی رو اضافه کنم. قبلش حتما باید بگم اون عکسی رو که در پیکسل آرت ذخیره کرده بودیم و اندازه‌اش رو 66 انتخاب کرده بودیم باید قبلا داخل فایل های شخصی میرفتین و داخل یه پوشه میذاشتین اون عکس رو که بتونی اینجا انتخابش کنی. این گزینه جایگزین کردن رو انتخاب میکنیم. اینجا عکس تیک آبی رو انتخاب میکنم یا هر لوگوی دیگه مثل لوگوی اینستا یا لوگوی پرسپولیس، فرقی نداره. هر لوگویی رو که دوست داشتی میتونید بدون بک‌گراند از گوگل دانلودش کنید و در پیکسل آرت اندازش رو تنظیم کنید روی 66 و اینجا جایگزینش کنید با ایموجی ها که به دردتون نمیخوره. من میخوام این لوگوها رو که دوست دارم در روبیکا قرار بدم. اینجا همشون هر لوگویی رو که جایگزین کردن رو تیکش رو انتخاب میکنیم. این بخش آچار کنار صفحه رو ساخت و میزنید. یه کمی صبر میکنید تا لوگو رو براتون بسازه.
روبیکا رو حذف کنید و دوباره نصبش کنید. ما اینجا روبیکا رو حذف میکنیم و دوباره نصبش میکنیم. الان نصبش میکنیم. روبیکا الان نصب شد. وارد روبیکا میشیم. وارد بخش ایموجی ها میشیم. همون ایموجی هایی که به جاش دیگه آبی قرار دادیم. اینجا میبینید کاملا ایموجی های ما ساخته شده. تیکه آبی، تلگرام، ایموجی اینستا، ایموجی پرسپولیس، ایموجی استقلال، ایموجی یوتیوب کاملا برامون ساخته. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک ویدیو رو فراموش نکن، کانال ما رو دنبال کن و هر نظری که دارید در بخش نظرات به ما بگید تا بهتون جواب بدیم.